علیکم همدیاران عزیز، امروز 20 سپتامبر سال 2020 ما تصمیم گرفتیم که در باغ خودم یک نوار گرفته با دوستداران میوه شهرباری انگور، با انگور پروری کسبی، با انگور پروری دوستدار و عموما شخصانی که در نزد حولیگرشون انگور دارند و خلق تاجیکی ما هر یک تاش در نزد حولیش انگور داره، میخواه انگور خوب گیره لیکن نمیتونه. یک نوار گرفته، عموما یک نوار نه، این یکم نوار است و در دوام سال نوارهای بسیار گرفته نشان دهیم. من یک چند روز پیش در یوتیوب 5-6 نمود نوهای انگوری که نوی که از اوکراین و امریکا آوردم رسمش نشان دادم. یک قسمش میوه بست، میوهش رو خوردیم، بسیار میوه خوشوی و بامزه بوده و من بسیار سوالا پیدا شد که اگه این چه خیل میشه، چه پرورش میشه، ما انگور داریم خانه مانده هر سال جیل میزنه و نمیدونیم از کجا فهمیم. و برای من تصمیم گرفتم که در فیسبوک یک گروه کشم، گروه با نام انگور و باغ، و در همون گروه من دویم از سرشوی بریدن انگور که از ماه ینور سر میشه تا پختن انگور نوار گرفته هر یک 10 روز 15 روز به سهم شما رسانم. و در این گروه همه کدامی که میخواهد اعضا شده بحث میکند، سوال ها میتید، جواب ها میگیرد. از همین روز من هم خیلی اقدام گرفتم که همین گروه را تشکیل کنم و من امروز به همدیاران عزیزم چی میگم؟ مهنت کنید، پرورش کنید انگور و سیب و دیگر چیزا، همه چی در همین خاک وطن ما، در همین خاک که در مد اول خاک و قلوخ بر میتوه. در اینجا هم روغن است، هم شکر است، هم نان است، هم گاز است، هم بنزین است، هم طلا است، هم نخود است، چیزی که خواهی در همجا است. فقط مهنت کرده از درون همین چیزا گرفتن در کار. خیلی که سرور ما، پیشوای ما جناب علی امام علی رحمان میگویند یک وجب زمین رو باید بیکار نمانیم. هزارها مرتبه درست میگن. یک وجب رو بیکار نمانده ما کار میکنیم برای خودمون، برای فرزندای خودمون، برای خانه خودمون ما مهنت کرده از اینجا میابیم. ما وقتی که در زمین کار میکنیم از روی این به دولت نمیبریم، به خودمون میگیریم، میخوریم، زیادشو میفروشیم، پول کرده جاش دیگر چی میخریم. برای هوای مهنت کردن در کار، زمین در مهر ماندن در کار، عاشق انگور شدن در کار. چقدر مهر به انگور تیه، همون قدر انگور به تو مهر میتید و جواب تو میتید. اینا من در تجربه دیدم. من 40 سوتیق باغ دارم. من درباره باغ خودم گپ میزنم که در سال 2009 من قلمچه ها گرفته در زمین شینانده، 2 سال پس قلمچه را ریشه دار کرده آورده در همین 40 سوتیق زمین خودم 50 سوتیق زمین خودم شیناندم. قلمچه هاشو از ترسون زاده گرفتم، از دیگر جا گرفتم و پول خریدم قلمچه میده میده و من گفتن که این شاهانه چلیکک سیاه و چلیکک سفید خیلی همش درست برآمد. وقتی که بس 2017 سال همه چی برآمد، تویفی میده، سیاهکای میده، همش انگوری که در بازار 2 سومون نمیسته و من دیدم که کرای مهنتی من نیست. من چیکار کردنم در کار بود؟ من باغ دیگر کردنم در کار بود. اگر ما درخت نو میشوندم با 5 سال دیگر توقت میکردم. سال 2018 من چیکار کردم؟ من اینترنت رو اومدم که پرورش انگور چه خیلی است و در اینترنت پرورش انگور اوکراین چو رو یافتم. انگور پرورای اوکراین دیدم که پیوند میکنن همین انگورا و من 2018 سال 10 تای همین باغ و 10 درختش پیوندی شاهانه کردم. انگوری اوکی وینی زدم، انگوری تویفی زدم، دیگرش دادم، همش گرفت و سال دیگرش هر یکش 10 کیلویی انگور داد. امسال 2019 داد، امسال الان وای 30 کیلویی انگور دادن که هر یک کیلویی و انگور شاهانه 9 سوم 10 سوم در بازار. این پول نیست، این پول است. این پول یک جا میابیم، از زمین میابیم، مهنت میکنیم میابیم. حاضر یک باغ نشانت هم خیلی نه بیانی انگور شاهانه انگور دور است.
Ya bak çocuğum. Önce bir ami angura nişan te. İyi angur. Oze. Bana oze tiramo ay. Emo angur dole mozi. Mo. رفتیم اما انگوری باغبانی من گفته که نشون ته باغبانی من بسیار میخواد که انگوری دوباره نشون تیم من انگوری بد نیست حوض 20 سپتامبر ما انگوروش چیندیم این انگور دوباره میگن کو باغبانک این سورتی ژاپنی مانیکور فینگر این نشون ته این مرده که دب بزرگ نیست این انگور نه هست هر باشم مخیل من با شما پایوندوی کردگی من نشون میدم یک خیلی نمودای میوه اوکراین رو نشون میدم سبی من این انگور سورتی преображение من پایوند کردم نشون میدم من جای پایوندی من جای پایوندی من این جای پایوندی من همین سولا پایوند دهم مای کردگی من بست دوباره بست باغبانک میگیم ما باغبانک است ببین هر یک انگوری شده که از شاهونه کلون مزهش هم بهترینه حالی این سرخ نشه این سرخ میشه این سول نشد سول دیگه سرخ میشه با پایوند من نشون میدم همینو همش پایوند هستن من باید نشون ته من باید همش پایوند است ببینید من همینو همش پایوند همین سولا هستم همین سول پایوند کردم بس من انگور بس این سورت روسیه و اوکراین من بس باغبانک پایوند من پایوند همین سولا من پایوندی که من همین سول کردم من بس نشون داد نشونش داد چه انگورای یکن آینده خوب میشه این آینده خوب میشه من همین خیل یا جای دیگه میریم همین خیل ما انگور پروری میکنیم و خدا خواهد نصیب باشد عمرمان باشد از وقتی بریدنش سر کرده من فرمیروفکش رو به شما نشون میدم فرمیروفکش چیه فرمیروفکش شما در ترسونزاده انگورا میبینید که در بالا از بالا کشول است فرمیروفکش من دیگه خیلی است فرمیروفکش من بالای سیم ده کشول است و من بالای سیم خطی اومده نودش بالا میره اینا من بعد شما علایده نشون میدم درباره کسلی‌های انگور گپ میزنم درباره توابط نهال انگور گپ میزنم درباره بریدنش گپ میزنم درباره دادن غذا گپ میزنم همه از سرشوی بریدن انگور تو پخته رسیدنش من به شما نشون میدم گپ میزنم با گروه ما همراه شوی اعضا شوی ورسو میگن که پادپیسات کنید اگر ما همه اینا گپ میزنم در همجا با صحبت میکنیم